برای اطلاع از جزئیات تجاوز و انتقام با پایه چوب صندلی در تبریز با من تا انتهای ویدیو همراه باشید. ماجرای این جنایت و اتفاق وحشتناک که به انتقامگیری خونین منجر شد، اولین روزهای آذر ماه 404 در شهر تبریز شروع شد. درست زمانی که یکی از پزشکان بیمارستان امام رضای تبریز طی استوری اینستاگرامش مدعی شد که عمل بسیار سختی رو پشت سر گذاشته و توی دستش یه چوب بود که با متری که کنارش بود مشخص بود که اندازه اون 40 سانتی متره. اون پزشک در ادامه توضیح داد که این چوب 40 سانتی که پایه یه صندلی چوبی بوده از مقعد و روده بزرگ یک مرد میان سال طی عمل جراحی سنگینی خارج کردند. چون این مرد میان سال یک فرد با اختلال پدافیلی بوده و در اقدامی دست به جنایت زده و به یه پسر کم سن و سال تجاوز کرده و پدر مادر اون پسر که برای حفظ حریم خصوصی اسم و مشخصاتی ازشون برده نشده، بعد از اینکه فهمیدن چه بلایی سر بچهشون اومده تصمیم به انتقام گرفتن و بعد از ضرب و شتم شدید پایه صندلی که طول آن 40 سانت بوده رو وارد مقعد فرد متجاوز کردند و در اثر خونریزی شدید فرد به بیمارستان منتقل شده و تحت چندین عمل جراحی سنگین قرار گرفته. ماجرا از این قرار بوده که این پسر بچه به خونه مادر بزرگش میره تا ساعتی اونجا بمونه. پدر و مادر وقتی که مشغول کار بودن پسرشون رو تحویل مادر بزرگشون میدادن تا ازش نگهداری کنه. از قضا اون روز وقتی به خونه مادر بزرگش میره، عموش که مرد میان سالی بوده هم اونجا حاضر بوده و اون بچه رو به بهانه خرید خوراکی و بستنی با خودش همراه میکنه. این بچه که عموش رو دوست داشته و رابطه خانوادگی خوبی هم با هم داشتن، با عموش همراه میشه و بعد از خرید خوراکی عمو به بهونه اونو به خونه خودش میبره. این فرد که گفته شده دچار اختلال پدافیلی بوده و همچنین متأهل هم هست، توی خونه خودش به این پسر تجاوز میکنه، اونم در حالی که گوشیشو دست زنش داده بوده و زنش از رابطه اونا فیلم برداری میکرده. یعنی اون زن انقدر سنگدل بوده که میدیده اون بچه با چه وضعیتی در حال تجاوزه و کاملا خونسرد وایساده بوده و از اونا فیلم میگرفته. پسر وقتی به خونه مادر بزرگش برمیگرده فقط گریه میکرده و میگفته مامان بابامو میخوام، حرف دیگه ای هم نمیزده. پدره وقتی میاد و از بچهش علتو میپرسه، اون بچه سیر تا پیاز ماجرا رو ریز به ریز برای پدر و مادرش تعریف میکنه. پدره که ماجرا رو میشنوه میفهمه چه بلایی سر بچهش اومده، به شدت عصبی میشه و به جای اینکه پلیس رو خبر کنه یا پسرش رو به پزشکی قانونی ببره، تصمیم دیگه ای میگیره. اون به سرعت به محل کسب و کار مغازه فرد متجاوز میره و تا میتونه اونو زیر مشت و لگد میگیره و کتک میزنه و در آخر صندلی که اونجا بوده رو بر میداره و به طرف متجاوز پرت میکنه که صندلی به دیوار میخوره و میشکنه. بابا که از شدت عصبانیت فقط فکر انتقام بوده، وقتی میبینه که پایه صندلی شکسته روی زمین افتاده، یک باره حرفای پسرش توی ذهنش تکرار میشه و برای همین اون پایه صندلی رو بر میداره و میره سمت متجاوز، شلوارشو بیرون میاره و اون چوب رو به مقعدش وارد میکنه و این کار رو به قدری تکرار میکنه که چوب 40 سانتی علاوه بر مقعد وارد روده بزرگ اون فرد میشه و به شدت خونریزی میکنه. پدره که این صحنه رو میبینه و فکر میکنه دیگه انتقامشو گرفته، از اونجا میره و متجاوز هم به بیمارستان امام رضای تبریز منتقل میشه. وضعیت این فرد به قدری بد بوده که اعلام میشه به سرعت به اتاق عمل منتقلش کنن تا چوب از بدنش بیرون بیارن و به همین منظور تحت چندین عمل جراحی سنگین قرار میگیره و چوب 40 سانتی از مقعد خارج میشه. اما شدت جراحات اون به قدر زیاد بوده که وارد کما میشه. پزشکان معالج این فرد اعلام کردن که فرد متجاوز رودش کاملا پاره شده و قابلیت درمان هم نداره. برای همین مجبور شدن که نصف بیشتر روده بزرگو از بدن فرد خارج کنن. یعنی این که فرد دیگه نمیتونه تا آخر عمرش مدفوع خارج کنه و پزشکان به دلیل کوتاهی روده مجبور به ایجاد راه خروج دیگه‌ای برای فضولات اون شدن. به این صورت که در انتهای روده باقی مونده در ناحیه شکم سوراخ ایجاد کردن و کیسه دست براش نصب کردن
که این فرد تا عمر داره از طریق شکم مدفوع کنه. اما در نهایت بعد از جراحی‌های پی در پی، در نهایت 3 روز بعد این فرد به دلیل شدت جراحات وارده به دیار باقی شتافت. حالا با مرگ این متجاوز پدوفیلی پرونده روند دیگه میگیره و جای قربانی و متهم عوض شده. خبرهای محلی حاکی از اونه که افراد دخیل در این ماجرا همگی بازداشت شدن و تحت بازجویی قرار گرفتن، از جمله پدر این پسر بچه قربانی. این پرونده به شدت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. هر کسی که از ماجرا مطلع شده بدون شک کامنت گذاشته که آفرین به این پدر و کار اونو تایید کرده. حالا بگید ببینم نظر شما چیه؟ کار درست چی بوده؟ این پرونده به شدت پیچیده است و نمیشه به همین راحتی در مورد اون نظر داد. اما از نظر قانونی پدر این بچه با اعمالش باعث قتل شده و بدون شک پرونده با عنوان اتهامی قتل پیگیری میشه. اما از اونجا که این قتل در نتیجه تجاوز بوده، شرایط متفاوت میکنه و شاید بشه به عنوان دفاع مشروع اونو حساب کرد. اما در خوشبینانه ترین حالت این پدر باید دیه پرداخت کنه. برای اینکه بدونیم آخر این پرونده پیچیده چی میشه، باید منتظر باشیم تا تحقیقات پرونده تکمیل بشه و جلسات دادرسی اونم برگزار بشه. دوست عزیز، ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودی. لطفاً برای حمایت از ما سابسکرایب کردن فراموش نشه و لطفاً زنگوله هم روشن کنید تا زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. همچنین نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. تا درودی دیگر، بدرود.